برای رسم الگوی آسان از قسمت بالا به اندازه 2 سانت من پایین میام، یه خط صافی میکشم. روی این خط هم به اندازه 8 سانت داخل میشم، 8 سانت پایین میام، 2 سانت اول صاف، این 2 سانت هم صاف به هم دیگه وصلش میکنم. از این قسمت گوشه گردن به اندازه سرشونم منهای 1 سانت داخل میشم، علامت میزنم. از اینجا 3 سانت پایین میام و شیب سرشونم رو رسم میکنم. روی این قسمت باید سرشونه اصلیمون رو اندازه بزنیم. از اینجا به اندازه بلندی بالاتنه که بین 38 تا 40 سانت من پایین میام، یه خط صافی میکشم. این میشه خط کمر. از بعد از خط کمرمون به اندازه 20 تا 22 سانت من پایین میام، یه خط صافی میکشم. میشه خط باسن. فاصله بین هلال یقه و خط کمرمو هر چقدر هست اندازه میزنم، نصف میکنم، میشه خط سینه. فاصله بین هلال حلقه آستین و خط سینه‌مو نصف میکنم، کارورم به دست میاد. روی خط کارور به اندازه 1/2 کارور جلو به علاوه نیم سانت علامت میزنم و از اینجا علامت میزنم و این خط رو رسم میکنم. روی خط سینه به اندازه 1/4 دور سینه به علاوه 3 سانت علامت میزنم. از اینجا هر جا شد علامت میزنم. 2 سانت اولش رو صاف و مابقی رو هلال وصل میکنیم. روی خط باسنم به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 3 سانت علامت میزنم. حالا این علامت رو به خط سینه وصل میکنم. روی خط کمرم 2 سانت داخل میشم از اینجا برای که گودی کمرمو بگیرم که این دل بخواهه، به خط سینه و خط باسنم وصل میکنم. برای قسمت پشت از اینجا به اندازه 3 سانت پایین میام و به صورت هلال به این قسمت وصل میکنم. برای کارور پشت من روی خط کارورم به اندازه 1/2 کارور پشت به علاوه 1 سانت علامت میزنم. از اینجا علامت میزنم، هر جایی که قرار گرفت خطش رو میکشم و 2 سانت اولم صاف و مابقی هم هلال به این قسمت وصل میکنم که این میشه برای حلقه قسمت پشتم. خب اینم شد از الگوی قسمت پیش و الگوی آزادی که برای هر نوع لباس میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر الگوی آستین هم میخواید کلمه آستین رو برام کامنت کن، این پست رو لایک کن، برای دوستاتم ارسال کن.